در مورد شب لیلة القدر اکثر علمای کرام به این نظر هستند که شب 27 شب لیلة القدر می باشد. حتی جمهور علما هم به همین نظر هست. ولی در مورد شبهای طاق دهه اخیر ماه شریف رمضان حدیث های هم آمده است که آن را در شبهای طاق باید جستجو کنیم. ولی روایتی داریم از حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما که می فرماید رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند: من کان متحریها فلیتحرها فی السابع والعشرین. هر کسی که شب قدر را جستجو می کند پس آن را در شب 27 ماه شریف رمضان جستجو کند. این روایت دلالت به آن می کند که شب قدر شب 27 ماه شریف رمضان است. و در مورد فضیلت شب لیلة القدر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید: من قام لیلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هر کسی که شب قدر را با عبادت از روی ایمان و اخلاص سپری کند همه گناه های گذشته آن بخشیده می شود. و روایت دیگری داریم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید: من حرم خیرها فقد حرم الخیر كله. هر کسی که از خیر و نیکی شب لیلة القدر بی بهره گردد او از تمام خیر و نیکی بی بهره گشته است. یعنی که شخصی که محروم میماند از شب لیلة القدر، در غفلت میماند از ذکر و عبادت، در غفلت میماند و از تمام خوبی ها، از رحمت، از مغفرت، از آزادی از آتش جهنم، از تمام خوبی هایی که الله تبارک و تعالی برای امتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یک فرصتی طلایی که بخشیده است از آن محروم میماند. یکی از صالحین میگوید که اگر شب قدر در دوام سال نامعین باشد که کدام شب است، من تمام سال را شب زنده داری میکنم تا آن را دریابم. پس چی رسد به آن 10 روزی که آن هم در شبهای طاق برای ما و شما آمده است. این 10 روز بسیار اندکی است، ولی عبادت کردن در این شب به مانند بهتر از 1000 ماه اگر حساب کنیم 84 سال در بر میگیرد. یعنی هر عبادتی ما و شما به مانند عبادت کردن 84 سال است. 2 رکعت نماز خواندن به مانند 84 سال شب زنده داشتن است. و نزول ملائکه ها در این شب مبارک چنانکه که در قرآن کریم آمده است: تنزل الملائکه و الروح فیها. یعنی ملائکه ها نازل می گردند با حضرت جبرائیل در این شب با رحمت و برکت و استغفار برای مؤمنان. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید که در آن شب ملائکه ها از سنگریزه ها هم زیادتر هستند. عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه میگوید که شب لیلة القدر شبی است که هوا در آن معتدل است، نه گرم است و نه خنک، و صبحگاهان آفتاب سرخ میبراید. یعنی آفتاب ضعیف و چهره آفتاب سرخ می باشد. و دیگر علامت های شب لیلة القدر این است که انسان مسلمان بسیار یک نفس مطمئن دارد در این شب. در این شب بسیار دلش به خواندن قرآن و عبادت کردن و ذکر کردن میل دارد. این از علامت های شب لیلة القدر.